به نام خداوندی به اندازه مهربان نهایت برحم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز یک چند خواب تعبیر کرده می شود از جانب ما و انشاءالله به خواست الله جل جلاله آغاز میکنیم. شم در خواب نشانه رسیدن به قدرت یا تولید پسری است که در آینده مقام و منزلت بلندی را صاحب گشته خیلی سخاوتمند و عادل می گردد. سوراخی در قسمت بالایی شم اشاره به پولهای است که برای حلال و مهنت سنگین به دست آورده می شود. لیمو در خواب تجسمگر فردی با ایمان و قرآن خوان است. همزمان اگر لیمو زرد باشد نشانه بیماری است. لیموی سبز در خواب از لیموی زرد بهتر است. اکثرا لیمو در خواب به معنای سرزنش می آید. درخت لیمو در خواب نفری است که به آدمان نیکی می کند. همزمان لیمو بشارت دهنده حادثه های حزن‌آوری است که زندگی انسان را تلخ می سازد. غرق شوی نفری که در خوابش غرق می شود و سنجش و امتحان قسمت دچار می شود یا گناه صادر می کند. چون این خواب هشدار از خداوند است تا که شخص خواب دیده توبه و استغفار نماید. برای شخص بدین چون این خواب نشانه آن است که بار دیگر ایمان بر خداوند آورده توبه می نماید. درخت در خواب نشانه جنگ و جنجال و بحث و مناظره است. درختی بیگانه را خواب دیدن از اضطراب و بدبختی درک می دهد. بعضا درخت در خواب خصلت‌های انسان را فاش می سازد. مثلا اگر نفر خواب ببیند که از درخت میوه بسیار چیده است از نفر تحفه و بایگری زیاد میگیرد که خصلتش امثال همین درخت است. درخت سبز و خرم در خواب رمز کامیابی، برار و شادکامی است. درخت بیبرگ رمز غم و اندوه و بیماری است. درخت میوه‌هایش آویزان رمز سرسبزی. درخت بریده تجسمگر تلفات وزنی و بدبختی است. فیل در خواب همچون حاکم تعبیر می گردد که از او ترس دارند و احترامش به جا می آورند. نفری که در خوابش به بالای فیل می شیند یا فیل را خریداری می نماید و مقام و مرتبه بلند می رسد. تعبیر دیگری خواب مذکور همین است که شخص چنین خواب دیده بر ضد نفر دسیسه و فتنه انگیخته خیانت می کند. شترمرغ در خواب نشانه ناشنوایی یا اشراف زاده بودن انسان است. معنی دیگری خواب دیدن شترمرغ واخوری با شخص فقیر و بینوا است یا چنین خواب بشارت نیکی و بردباری است. صاحب شترمرغ شدن در خواب خوشبختی است. در خانه خود شترمرغ را خواب دیدن نشانه عمر دراز دیدن انسان است. بر شترمرغ سوار شدن شهادت ازدواج با زن زیبا و ثروتمند است. خانه در خواب به معنای زن است که شوهر خود را پناهگاه می دهد. نفری که در خوابش از خانه خود می براید از تشویش و اضطراب رهایی می یابد. اگر نفری در خواب خانه خود را کلانتر ببیند دولت و دارایی خود را افزون می گرداند. خانه ناشناس در خواب در جای بیگانه معنای آن را دارد که خانه شخصی چنین خواب دیده در آخرت چنین خواهد بود. خانه شناس در خواب حیاتی آسایشته است. نفری که خود را در خانه آشنا خواب می‌بیند دولت و دارایی‌اش به اندازه همان خانه افزون می‌گردد. دیدن خانه ویرانه از نابود گشتن مال و ملک انسان درک می‌دهد که با سبب عمل‌های نادرست انسان سر می‌زنند. اندازه خانه آشنا را در خواب از بودش
بیشتر دیدن معنای افزون گشتن دولت است. خود را در خانه ناشناس دیدن خبری خوش شنیدن و از بیماری شفا یافتن است. و خانه در آمدن و در راه از پس خود سخت پوشیدن معنای آن را دارد که از صادق نمودن گناه خودداری میکنید. در خواب خانه ساختن نشانه نیک است. خانه را شکستن با بدی روبرو شدن و بی انصافی است. نفری که در خوابش به خانه شناس خود می درآید از سر و اسرار او باخبر می گردد. نفری که در خوابش خانه می خرد یا با او خانه تحفه می کنند و سفر راهی دور می براید. این بود یک چند خوابی که ما تعبیر کردیم. باقی سربلند و پیروز و خانه آباد. خداوند یار و مددگارتان باد.